سلام تکراری برای بیننده عزیز ارجمندم. ما همراه اکای میرزا یوسف هستیم. کسان دکتر هستم، نویسنده، شاعر. اکای میرزا یوسف ما حالا در غار علی صدر هستیم. بله. خب در قبط همدان یکم 100 کیلومتر قریب که از هم مرکز شهر همدان این طرف باشه. ما غار علی صدر آمدیم. جز بفتیم البته یکم چیزی تاریخی بوده که ما را اینجا شخصان مسئولین آوردنده. شما اکای علی میرزا یوسف چی خیلی استراحت داره؟ میتونی کمتر از 4 روزی همایش از قدیم البته هستیم. من باور کنید خیلی خوشبخت و خوشنود هستم که من با همراه این 25 نفر برادران که از تاجیکستان، باستانی و از ازبکستان آمدیم، باور کنید ما خود را در دنیای دیگر حس کردیم. مثلا شب ما در جای خوبی که بودیم، تماما یک کوهستانی بلنده که من خیال کردم که در داغستان در پشت خانه خودم باشم. سفیدر خمام. بله، اونجا بسیار مانند هست. اونجا خیلی سردتر بود. آمدیم در راه باز منظره های هر خیلی وجود داشتن، دیدیم از اینجا. از همه عجیبش اینه که وقتی معامله مردم ایران زمین رو نسبت مردم ما میبینید بسیار شاد و خرسند میشه. سر کرده منتداری هر یک شما وقتی میگفتن خوش آمدی عزیزی دلم از تاجیکستان. لحن زیبایی با لحن خودش و اولا چیزی که میپرسن احسن آفرینم به سروری دولت شما که بین ما قدر رفت بیای زیاد از بین روابط ها رو برداشتن که البته برای ما خوش است و ما خود را در اینجا بیگانه حس نمیکنیم. خیال میکنیم در دیار خودمون، چون که ما قدیما اگر به حساب گیریم ما تاریخ ما قریب همه یک خیلی است. تاریخ پیدایش، عرف، عادت، مذهب، دین، برای ما اونجا خود را بیگانگی حس نمیکنیم. خیلی از این سفرها من منتدار هستم و تشویق میکنم که دیگرها هم آیان از این چیزها بهره برن. این کنیت دودگی را دستگیری کنن از روابط دستگیری شهروندان دو کشور خیلی روابط امکانیت دادن. روابط را گرفتن که بیان خوب دیگر سیر کش کنن از علم معرفت یا دیگرشون از فرهنگ عادت های همدیگر خبردار شون. ما وقتی که چقدر زودتر سفر میکنیم ببینید از هر یک چیز ما برای خود یک هم غذا میگیریم هم تجربه میگیریم. مثلا یک سفرنامه ناصر خسرو به حساب گیرید برای یک نویسنده چند ساله ها سفر کرد برای چیز میکنیم، چون که ما تجربه ما در اینجا بای میکنیم، میبینیم از یک چیز عادی ما میتونیم که دنیای دیگر رو برای خود زنده باشه. استاد زنده باشه. دوستان ما رو پیگیری نمایید. خداخواد باز حالت غار وقتی وارد شدیم اینجا از شخصان مسئول متصدی میپرسیم که این غار چی خصوصیت های خیش رو دارد که اینقدر گرد اطراف غار علی صدر را زیبا و با شکوه کردند. البته چیزی بدگی است که حکومت خود کشور ایران در اینجا یک چیزی خوبی را تجلیل داده. اینقدر غیر ما توریستا سیاحان دیگر شخصای ما میبینیم، شخصایی که دیگر کشور ما اینجا رفت آمده هست. ما را پیگیری نمایید تا صحبت های بعدی. تشکر برایش. سلامت باشید.